از ابو هریره الله تعالی راضی شود گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: قال الله عز وجل، الله تعالی گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی گفت، یعنی این حدیث قدسی: كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. یعنی این جمله سخن الله سبحانه و تعالی هست، کلام پاک الله هست، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما نقل کرده: کل عمل ابن آدم له، تمام عملهای فرزند آدم برای او هست، غیر روزه. روزه برای من است گفتند. الله تعالی که روزه برای من است و انا اجزی به، و من خدا مکافات میدم. معنای روزه برای من چی است؟ اصلا همه عملها برای الله تعالی هست. در این شرح همین عباره علما سخنهای زیاد گفتند. بعضی ها گفتند که روزه واقعا خالصا لله هست، برای آن که انسان در روزه ریا نمی کند، خودنمایی نمی کند. گفتند در دیگر عمل ها می تواند، لیکن روزه را نمی تواند، چون که یگان جایی نیست که از نظر الله تعالی مخفی باشد.